Ulu Tanrı'nın adıyla. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 108 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. بلا فاصله و بدون مقدمه میرم سراغ یکی از کتاب‌های جدیدی که بتونیم بخونیم. دیروز علم اخلاق محمد برکوی رو خوندیم که به نظر من اسم کتاب رو خودش که علم اخلاق نیست، اسم کتاب در متن خود کتاب گفته شده که وصیت، و به نظر من یکی از انقلابی ترین کتاب های در زمینه دینی هستش. بسیار بسیار انقلابی هست، نظرات بسیار جالبی داره. گرچه کتاب رو نخوندم که بقیه نظرات رو ببینم، اما همین یکی دو نظری که خوندم بسیار به نظر من عالی بود. فقط یک جمله‌ای که گفت، همون جمله کافیه که بگیم این کتاب، این متفکر یکی از بزرگترین متفکران انقلابی در اندیشه دینی هستش، و اون این که میگه این چیزی که به نام شریعت داریم میخونیم، اینها ظنیاتی بیش نیست و ممکنه که مذاهبی که در اسلام وجود داره هم واقعا 100% درست باشن و 100% غلط باشن. یعنی اینقدر این آدم منطقی داره نگاه میکنه. به نظر من یکی از کتاب‌هایی که باید بخوانیم این رو، و احتمالاً باید با بقیه کتاب‌های جناب مرحوم محمد برکوی آشنا بشیم. من احتمال میدم در اون یادداشت فارسی که براش نوشتم، احتمال میدم اشتباه نوشته باشم اسمش رو. امروز دوباره نگاه میکنم تا ببینم که چیکار کردیم. حالا امروز بریم بر علم فرائض ریاضیات، ببینیم که این کتاب چی هستش. این چی هست؟ علم اخلاق. تمام، این هیچی. این علم باز هم در چند دقیقه کوتاه میام و این کتاب رو معرفی میکنم. دوباره این کتاب در یک مرکز اروپایی هستش، از اونجا چیز شده 390 صفحه و علم فرائض ریاضیات نام گرفته که در 1189 قمری در 390 صفحه نوشته شده. یعنی حدوداً بگیم که اگر این حتی 200 بذاریم، الان حدود 250 و خورده‌ای، حدود 260 سال پیش این کتاب بر اساس این چیزی که اینجا نوشته شده یا نسخه برداری شده. اول یه ظاهر کتاب رو ببینیم. مثل کیف یه چیز چرمی داره، جلد چرمی بسیار زیبا، طلاکوبی منظورم، من نمیدونم که این طلا هست یا رنگ طلایی است، من فکر کنم رنگ طلایی باشه. و مثل کیف سامسونیتی که امروزه هستش، مثل اونها برای این کتاب درست کردن. این نشون میده که کتاب ارزشمندی بوده و براش خیلی زحمت و سرمایه گذاشتن. در صفحات بعدی هم این کتاب رو میبینیم. در دوره عثمانی نوشته شده و علتش از کجا میگیم این رو در همین نقاشی اوله بالای صفحه اول که بسیار زیبا نقاشی شده و با کادربندی متن و رنگامیزی کادر بسیار زیبا دیده میشه. در صفحه بعد فقط ما کادر رو میبینیم. متن با خط بسیار زیبایی. برای من از نظر من زیبایی این کتاب ها اینه که من بتونم بخونم. زیبایی که من نتونم ازش لذت ببرم یا استفاده بکنم به نظر من زیبایی نیست. زیبایی زمان زیبایی هستش که من انسان بتونم از نگاه کردن به اون لذت ببرم، از فهم اون لذت ببرم، از تماس روحی من با اون لذت ببرم. من این خط برام خیلی جالب هست. فاصله سطرها از هم بسیار جالب هست و کلمات هم خیلی تو دل هم نیستن. میشه گفتش که کلمات جدای از هم هستن. میتونم این رو بخونم.
به نظرم یک کتاب ترکی هستش. از کلمات در انتهای هر پاراگراف بگیم، در هر بند، حالا ترکیش فکر کنم بند باشه، در هر انتهای هر بند به جای نقطه از یک کلمه قرمز استفاده کرده، با رنگ قرمز نوشته تا نشان بده که یک فصل جدیدی یا یک سخن جدیدی رو میخواد آغاز بکنه. کتاب بسیار، در هر صفحه PDF یک صفحه کتاب قرار گرفته، یعنی این کتاب 390 صفحه است و در 390 صفحه PDF هم جا گرفته. همینطور که می‌بینید کادرها هم در صفحات بعدی هم ادامه داره. در بعضی جاها با حاشیه نویسی خیلی کوتاه مواجه هستیم، مثلا فی زمان فرسه، حالا اینجا یه چیزی در اون زمینه هست، اینجا با یه اعدادی، حالا آموزش ریاضیات اینها احتمالاً هستش، هرچی با اینها مواجه هستیم. کتاب تمامی تا اینجایی که دارم میبینم کادرها کادربندی شده، اینها احتمالاً حالا چی هستش نمیدونم، من ریاضیم هم خیلی ضعیفه، در نتیجه باید دید که این چه چیزی. البته باید یه روزی من این رو یاد بگیرم، این ریاضیات به این شکل رو یاد بگیرم و یکی از این کتاب ها رو باید از اول تا آخر بخونم تا بدانم که چه هستش و ریاضیات یعنی چی. خب برای اینکه خیلی وقت نگیریم، من از هر 50 صفحه PDF یک صفحه رو نمایش میدم. حالا اینجا بگیم که این صفحه 61 هستش یا 61، بله عین همون صفحه قبلی هست، صفحات قبلی هستش. البته 3 طرف کتاب برای در نظر گرفته شده برای حاشیه نویسی و نقد نویسی و این اهمیت نقد رو در اون مقطع تاریخی نشون میده. اینجا با صفحه 100 روبرو هستیم که دوباره میبینید که به همون شکل سابق نوشته شده. این احتمالاً این کتاب به قول دوستمون به خط دیوانی نوشته شده، یعنی دولت به خطی که خط رسمی دولت بوده احتمالاً، برای همین کادربندی هم انجام گرفته، صفحه هم برای خوانندگان و نظرات انتقادی اونها جا باز گذاشته. میریم صفحه 200 رو بخونیم. این هم صفحه 200، 204، 203، 202 و 201 و 200. باز هم میبینیم که همین حل مسائل ریاضی رو داریم میبینیم و کادربندی و خیلی جالب همون خط و همون قلم رو هم میبینیم. قلم هم تغییر نمیکنه. 250 صفحه 250 رو بریم. این دفعه صفحه 250 دوباره همون خط و همون حاشیه بندی و بریم صفحه 300. این هم صفحه 300 دوباره عین همونه، هیچ فرقی نکرده. خب ولی حالا باید 350 رو بریم ببینیم که این هم صفحه 350 دوباره عین همون هستش و کتاب هم خوب نگهداری شده. البته جدید هم هست این کتاب دیگه. حالا از یه جایی به بعدی کادربندی شده ولی دیگه نوشته نشده. اینجا صفحه 362 تموم میشه، کتاب در صفحه 362 تموم میشه. از اینجا به بعد کادربندی شده کتاب برای احتمالا مطالب دیگری رو بخوان بنویسن ولی مطلب رو دیگه نتونستن بنویسن و همینجوری مونده این کتاب. یعنی حدود حالا تموم شد، یه 15 صفحه‌ای هست و بعد جلد رو باز میکنه که ما اینجا میبینیم این حالت چرمی که باز و بسته میشه اونجا رو هم گذاشته. اینم آخر و اینم شیرازه کتاب رو نمایش داد و اینم مقطع این شیرازه کتاب و مقطع کتاب از دو جهت رو هم به نمایش گذاشت. کتاب جالب هست، دیده میشه، تمیز مونده. برمیگردیم ببینیم که این کتاب
چی درباره چه صحبت میکنه و به چه زبانی نوشته شده. خب کتاب رو بزرگش میکنیم، نقاشی رو میبینیم، نقاشی بسیار زیبایی هست، تقریبا شبیه گنبده، ولی این گلی که در داخل به این کتاب خیلی سمبولیک نقاشی های عثمانی، برای اینکه ببینید داخل مثل یک گنبد میکشه که داخل این گنبد گلهای رنگی کار میکنه، برگ گل و ساقه و اینها رو رنگی کار میکنه و بعد این گنبد دیوار داره و این دیوار یه جداری بیرونی هم داره که دیوار رو از بیرون جدا میکنه و یه جداری دیگری داره و دوباره این انگار که این گلهایی که در درون هست یه جوری از این جداره ها خارج میشه، جداره اول و جداره دوم رو خارج میشه و دوباره گل میده بالا، ولی گلهایی که در درون هسته شبیه به گلهای بیرون نیست، متفاوته، برای اینکه احساسات درونی شما بسیار متفاوت از اون چیزی که در بیرون میتونید نشون بدید و ببینید. خب این بسیار عالی هستش و یکی از ویژگی های ترسیم به نظر من روان و تأثیر روان در رفتار ما در بیرون ما و بسم الله رو در زیر این تصویر، در زیر این قاب، در زیر این تصویر، انگار که اول مهمترین چیز جهان درون و جهان بیرون شماست و بعد در زیرش حالا میرسید به یک شناختی از دین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد افضل المرسلین و علی آله و اصحابه من الانصار و المهاجرین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلموا الفرائض و علموها الناس فانها ینزع من امتی فهو علم الفرائض. یه حدیثی اول به شکر خدا کرده و بعد به محمد صلی الله علیه و سلم و آله و اصحاب از انصار باشن یا مهاجرین به هر دو سلام و صلوات فرستاده و یه حدیث خونده که حضرت محمد گفته فرائض رو یاد بگیرید، تعلموا الفرائض یاد بگیرید و علموها و فرائض رو یاد بدید. فرائض جمع این علموها مفرده. حالا من قبلا این حدیث رو احتمالا صحبت کردم، علموها الناس، این رو به مردم یاد بدید، فانها ینزع من امتی. حالا این ینزع میکنه نمیدونم، یعنی باید بریم بخونیم ببینیم چی هستش. ینزع نزع ینزع احتمالا جدا میکنه میکشه، فهو علم الفرائض و اون علم فرائض هستش. حالا دوباره قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تعلم مسئله واحده من الفقه فله 10 حسنات. قبلا در مورد این حدیث صحبت کردیم، احتمالا همین کتاب شبیه این بوده که این حدیث بوده. گفتیم که فقه در لغت به معنی تفکر و اندیشه هست و بعدن اومدن این رو به شرعیات گفتن که حالا بر اساس کتابی که دیروز خواندیم اسمش بود علم اخلاق که من گفتم وصیت هستش، در اونجا میگه که شرعیات و مذاهب ظنیات هستند، ظن ماست. مسئله واحد من الفقه، هر کسی که حالا قال رسول الله دوباره اینجا قرمز نوشته، قال برای اینکه یک حرف جدیدی رو میخواد از قبلی جدا بکنه. صلی الله علیه و سلم من تعلم مسئله واحده من الفقه، هر کسی که از مسائل اندیشگی یا اندیشناکی یکی رو یاد بگیره فله 10 حسنات 10. حالا در اون یه حدیث دیگری که دیروز در کتاب برکوی خوندیم اونجا میگفت اگر یه مجتهد یه فتوایی بده که این فتوا درست باشه 2 تا حسنه میگیره، اگه غلط باشه 1 دونه حسنه میگیره، مجازات نمیشه، چون ظنیه، درست نیست، یعنی 100% مطمئن نیستیم که این از طرف مورد قبول خداست و مورد قبول حضرت رسول هست یا نه. ولی اینجا میگه هر کس
یک مسئله فکری رو یاد بگیره. من تعلم مسئله واحده من الفقه، هر کسی که از مسائل اندیشگی یکی رو یاد بگیره فله 10 حسنات، 10 تا ثواب داره. و من تعلم مسئله واحده من الفرائض، وقتی فرائض میاد میره شرعیات. و هر کسی که یک مسئله از فرضیات دینی رو، واجبات دینی رو یاد بگیره، فله هلتون حسنه. هلعتون حسنتون احتمالا سهمی از حسنه، یه بخشی از یک حسنه داده میشه، نه کل حسنه. نگاه کنید فرق بین این دوتا رو باید بفهمیم. متاسفانه ما در شیعه از این احادیث اصلا استفاده نکردیم، حداقل من نمیدونم، ممکنه که یه جایی استفاده شده باشه یا گفته شده باشه، اما اینجا خیلی جا. و اما بعد دوباره با رنگ قرمز بحث رو عوض میکنه. Bundan sonra məlum olsun ki, bu Abdül Faqir muhtac ilə rəhmət Rabbihil Qafur Mustafa ibn Ahmad Şeyx Sükuti. خب تا اینجا اسمشه. این اسم این نویسنده کتاب که مصطفی ابن احمد شیخ سکوتی. این کتاب رو قبلا معرفی کردیم، فکر کنم 1-2 هفته پیش، از این انسان شریف با همین سیاقی که از اون بالا تا پایین اومدیم یک کتاب دیگری رو یا عین همین کتاب رو معرفی کردیم، نمیدونم. مراد ادر، حالا این انسان مراد میکنه، مراد ادر که علم فرائزden علماء مدققین رحمهم الله تعالی hazretlerinin Türkiye tercüme eledikleri 40 hali niye Türkiye üzere suretleri ile ma'an 27 fasl üzere Allah Teala'nın onu ile şerhine şuru eyledi mütedavil olan kitaplardan ve muftiyun beh olan mesaillerden cem eyledi. Talib ragiblere teshil ve nefi umum üzere olsun için ekser mesail ادلسی ایله بیان olundu. این کتاب رو قبلا بیان کردیم، ولی چرا این ریاضی حالا و bu کتابه فتحیه تسمیه olundu. کتاب فتحیه هستش، قبلا هم این کتاب رو خوندیم. برعکس این که اینجا علم فرائض و ریاضیات گفته، این کتاب اسمش هست کتاب فتحیه olundu. Müşkilati feth eyledi ki için و بهی نستعین، از الله هم یاری میخواد. دوباره رنگ قرمز، فصل اول فی بیان ترکت المیت. این کتاب رو خونده بودیم، ترکه میت. خب دیگه اینو نمیخونیم. این کتاب بسیار جالبی هستش. من فکر کنم که از نظر ظاهر و محتوا این حالا اینجا رو و 1-2 تا صفحه رو که خیلی آسیب دیدن اینها رو اگه نادیده بگیریم، این کتاب بهتر از اون کتاب قبلی هست. خب این از این. برمیگردیم و یک کتاب دیگر رو باز میکنیم، برای اینکه این کتاب رو قبلا معرفی کرده بودیم. حالا احتمالا صفحاتش فرق داره، میشه البته پیدا کرد که علم فرائض و ریاضیات میشه. حالا بذار ببینیم این رو آیا میتونم پیدا بکنم. اینهاش اینجا این کتاب هستش که اینجاست. اجازه بدید من اینو باز بکنم ببینم که این دوتا چه فرقی با هم دارن. یه مقایسه بین همینه، هیچ فرقی نداره، عین همون کتاب هست. نگاه کنید، این همین کتاب با همین چیز هست. دوباره همون رو من دوباره میرم اینجا، نگاه کنید، عین همین این کتاب با این کتاب یکی هستن، هیچ فرقی با هم ندارن. حتی میتونم این رو جدا بکنم به این شکل. حالا اگه بتونم اون رو هم جدا بکنم خیلی عالی میشه. خب حالا اگر بتونیم اینها رو شد.
این کتاب یک کتاب دیگه است. آها، نگاه کنید دقیقاً عین هم هستن، دو کتاب که دقیقاً عین هم هستن. من حالا میتونم اینجا رو نقاشی هاش هم نشونتون بدم. این کتاب عین هم هستن. حالا این رو در قالب دو تا کتاب دانلود کرده بوده که ما ازش دیگه برمیگردیم و یک کتاب دیگر رو دانلود میکنیم. شرح برکوی، حالا اینم یک کتابیه که امیدواریم این کتاب با همین کتاب فرق داشته باشه. این در 970 نوشته شده، اینم همون بود، 970 بود. صفحاتش هم که احتمالا یکی. حالا برمیگردیم اینو فردا میبینیم. فرض عین علم اغلان و گزلر. ببینیم این چیه. این کتاب باید جالب باشه در مورد پسرها و دخترها. ببینیم که فرض عین، فرض واجب، عین یعنی برای هر کس، اغلان و گزلر. اغلان و گزلر این جمع بسته، اغلان یک پسر، گزلر جمعه. حالا جمع اینجوری جمع بسته دیگه، اغلانلر و گزلر ننوشته، احتمالاً همینجوری نوشته. کتاب همون اول بدون جلد و اینا باز میشه و تعدادی از صفحات از بین رفته، شیرازی کتاب از بین رفته. این کتاب رو برای اینکه معرفی بکنم کوچیکش میکنم که بهتر دیده بشه. ببینید این کتاب کاملا آسیب دیده، کاملا آسیب دیده. شیرازه کتاب و جلد کتاب و تعدادی از صفحات اول کتاب از بین رفته. بعد کتاب رو باز میکنه. حالا صفحه اول یه پی دی افه، ولی صفحات بعدی در هر صفحه پی دی اف 2 تا صفحه رو جا داده. کادر زیبایی با رنگ قرمز کشیده، بعضی از کلمات رو با رنگ قرمز نوشته، صداگذاری کرده. مهمترین کاری که دیروز در کتاب برکوی هم باهاش روبرو شدیم، در این کتاب هم الان برگزار شدیم، استاندارد کردن صداهای تصویر صدا در یا حروف هستش. حروف تصویر صداست، نه خود حروف. حروفی که ما می نویسیم این استانداردی هستش که دولت یا ملت یا علمای دین گفتن آقا این رو ما این واو رو می نویسیم برای صدای مثلا و یا او از این استفاده بکنیم. به هر حال این اومده استاندارد کرده، یعنی صداها رو بر روی حروف و کلمات گذاشته تا ما اون کلمه رو بر اساس اون روز، اون تاریخ که این کتاب در اون جغرافیا و در اون فرهنگ و در اون شرایط نوشته شده، کلمات رو چجوری تلفظ میکردن و اینها، عین همون تلفظ بکنیم. این خیلی به ما کمک میکنه که درک درستی از اون زمان، زبان اون زمان و لهجه اون زمان داشته باشیم و بتونیم درست بفهمیم و میتونه به ما کمک بکنه که تغییرات زبانمون در طول تاریخ رو هم بفهمیم که چه تغییراتی در طول زمان زبان ما پذیرفته. خب صفحه دوم رو میبینیم. یه مقدار اینجاها میبینید که این سوراخ، این رنگ‌هایی که اینجا میبینید احتمالاً سوراخ‌هایی که کتاب رو دوخته بودن و اینجاها احتمال میدم همون چیز باشه. حالا در صفحه های بعد نباید باشه اگر پارگی احتمالاً هست. اینها این نخ هستش، هم ادامه داره. این در تمامی صفحه ها ظاهرا ادامه داره. از برای نوشتن احتمالاً احادیث و آیات قرآن هم دوباره از رنگ قرمز استفاده کرده. به هر حال این کتاب 245 صفحه هست. من الان میگه که در 250 صفحه پی دی اف میشه، 245 صفحه پی دی اف میشه حدوداً 500 و 490 صفحه که اینجا هم گفته 490 صفحه هستش، ولی کتاب در 940 قمری نوشته شده. 446 از اینجا، 60 سالم از اونجا، میشه 506 سال قبل این کتاب نوشته شده. سطرها خیلی از هم فاصله خوبی دارن. در این صفحه که الان دارم نگاه میکنم کلمات از هم فاصله دارن. بعضی از کلمات البته در این صفحه دوم مثلا میبینم که این کلمه کاملا به هم چسبیدن،
بعضی جاها، ولی خب میشه خوند. من این خط دوباره برای من زیبا هست. چرا زیبا هست؟ برای اینکه من میتونم این رو بخونم. حالا اون اتفاقی که در این جاها افتاده بود، ما جای قلم ها و مرکب ها رو میدیدیم یا جای نخ ها رو میدیدیم، اینجا دیگه اون کمتر میشه، ولی چسب زدن کتاب رو، اون چسبی که چسبوندن دیده میشه. اطراف کتاب زردی رو میبینیم، این علامت اینه که خیلی کهنه شده و داشته از بین میرفته و این تکنولوژی به ما کمک داده که این رو چیز بکنیم. من حالا برای اینکه خیلی چیز نشه، هر 50 صفحه PDF یک صفحه رو نمایش میدم که ببینیم. اینجا دیگه کادر نداره، اوایلش کادر داشت اگر اشتباه نکنم. ببینید چند صفحه‌ای که ما اول کتاب ورق زدیم مطلب کادر داشت، ولی بعد که ازش جدا شدیم از صفحه احتمالاً از صفحه 42 دیگه کادر نشده. معلومه که یک کادری با رنگ مشکی داشته اطراف این میکشیده، ولی بعدا باید این رو تکمیل میکردن که نه، این دیگه این کارو نکردن. اول مطلب رو نوشتن بعد کادر بندی میکردن. حالا کادر بندی بنا به دلایلی احتمالاً یه اضطراری پیش اومده اینو فروختن. من معمولا حالا اینجا متوجه میشم که این کتاب احتمالاً اینم فروخته شده باشه برای خارجی ها. بعضا یه چنین کتاب هایی با عجله اون کسی که سفارش داده میخواد این رو بیرون ببره و اجازه نمیده که مطلب تمام بشه. کتاب خیلی آب خورده، نگاه کنید رطوبت کشیده، نم کشیده و کتاب تقریبا اون رنگ اصلی خودشو از دست داده. من دوباره میرم صفحه 100 PDF و ببینیم که در صفحه 100 PDF اینجا همون آب رفتگی رو میبینیم ولی یه مقدار کمتری. نگاه کنید رنگ قرمز هنوز هست، یه علائم اینجوری هستش که فکر کنم روی کلمات بسیار مهم اومده. خیلی این شکیله، این زیباست، ولی من باهاش احساس زیادی، البته این حالت چون حالت نقاشی داره باهاش احساس برقرار میکنم، اما دیگه اون زیبایی که من بتونم از نوشتن این حروف و کتاب بیارم اونو در دست من نمیاد. بریم صفحه 150 PDF ببینیم که در 150 چه اتفاقی افتاده. اینجا میبینید که همون سبک ادامه داره، دوباره خطهایی که احتمالا با رنگ قرمز و رنگ سیاه کشیده شده و حالت یک پاپیون بهش بسته در انتهای این. و اینجا یکی دو مورد رو میبینیم که جای سفید باقی گذاشتن، احتمالاً یه پاک شده، احتمال میدم پاک شده باشه. حالا اگر رسیدیم به یه چنین جایی بخونیم خیلی عالی خواهد بود. بریم صفحه بعدی 150 یعنی 200 و بریم صفحه 200 ببینیم که صفحه 200 چه شکلی هست. اینجا آبخوردگی در بالا یا پوسیدگی در بالا رو میبینیم، در اطراف هم میبینیم، حاشیه هم یه متن کتاب اون رطوبت کم شده. اینجا با یک حالت خاصی از طراحی صفحه مواجهیم. نگاه کنید برای اینکه مطلب رو جدا بکنه یه صفت نوشته، ت رو از اول سطر تا آخر سطر کشیده و در زیرش به رنگ قرمز یه چیز چینجی، حالا هر کی هستش اونجا نوشته که اگه برسیم دوباره این رو کلمات خیلی زیبا نوشته شده. میتونم بگم که تقریبا البته مثلا اینجا من الان دیدم که کیشی مثلا یا آخر کلمه رو مثل دم به زیرش میبره، ولی در جاهای دیگه مثلا اینجا جوغی دیدم که اینو میکشه به این ور، یعنی برای اینکه این کلمه دیگه جا نمیگیره اینجا پایان سطر خوب دیده بشه، یعنی سطرها از نظر طول یه اندازه بشن، یه اندازه دیده باشن، در انتهای سطر این رو میکشه حرف رو، ولی در جاهایی که لازم هستش که کلمه رو بگنجونه، کلمه‌ای که یاداره اون رو مثل
دوم زیر کلمه قرار میده که جای کمتری بگیره. مثلا اینجا من تو این صفحه تمامی یاها رو میبینم که در وسط جمله مثلا اینجا آلته، اینجا هرچی هستش این اشنبوکی، حالا اینجا مثلا کشیده. حالا به نظر من میاد که این خط هم جزو خطهای دبیری باشه، برای اینکه یکسان با یک قلم و یکسان نوشته شده. البته مثلا اونجا یا دوباره همینجوریه. حالا مثلا من میرم صفحه بعد هم این رو بریم صفحه آخر کتاب دیگه، آخر کتاب میشه 40، ببینیم که همون یا رو اینجا مثلا یا رو به همون شکل بله نوشته، ولی مثلا ایش رو نگاه کنید شه آخر رو مثل ت کرده و روش اون کلمه رو نوشته. آخر کتاب هم خیلی آسیب دیده متاسفانه، هم از نظر کیفیت کاغذ از بین رفته و همین که خودش پوسیده و از بین رفته و صفحات آخر کتاب هم دوباره گم شده. نگاه کنید دیگه ما با کتابی روبرو هستیم که تقریبا نمیدونیم که به چه وضعیتی مبتلا شده. در نتیجه احتمالاً، حالا برمیگردم اول کتاب دوباره شروع میکنم، ما احتمالاً نمیدونیم که چه کسی در چه تاریخی بر اساس چه نیازی بر اساس کدام امر یا درخواست و تقاضایی این کتاب رو نوشتن و یا موضوعش چی هست و چی نیست. احتمالاً اینها رو خیلی ندونیم. در بالا نوشته بود که فرض عین علم اغلان و قزلر. حالا من این صفحه رو دوباره بزرگش میکنم که بتونم بخونم. و رفعه من ورطة الوصف و الحال الى اوج العمل والحال. حالا اینجا عربی تا اینجا چی بوده دیگه من نمیدونم. بیلینل کم، این رو باید بیلینل بخونیم. بیلینل کم فهمیده شود که. حالا این ل قبلا در یه جایی بوده احتمالا، یا ادبی بوده یا واقعا بیلینل مثلا میگفتن بیلین سینک مثلا یه چنین چیزی. بیلینل کم علمیده فرض عین وار. در علم یک فرض عینی هست، عین برای هر کس. در علم فرض عینی هست، در علم برای هر کس واجب هست و فرض کفایه وار. و فرض عین و فرض کفایه چی هست؟ آقا یه مسئله هستش که اگر یه تعدادی وارد این بحث بشن میگن آقا کافیه، نیاز دیگه نیست، این کفایه هست، فرض واجب نیست، فرض کفایه هست. یعنی اینکه مثلا میگیم حالا در دنیا هیچ دولتی این کار رو نمیکنه معمولا، ولی خب فرض بگیریم که یه دولتی وجود داره آلمانی، میگه آقا ما در 10 سال گذشته مثلا به اینقدر دختر به اینقدر پسر نیاز داریم، اینقدر باید بچه متولد بشه، مثلا این از اینجا اینقدر به مهندس شیمی نیاز داریم، به اینقدر مهندس فیزیک نیاز داریم، اینقدر هوافضا نیاز داریم، تعدادش رو مشخص میکنه. ولی این حالا این تعداد کفاییه، یعنی مهندس گفته که آقا 10,000 تا پروفسور لازم دارم، این 10,001 بشه اون یه نفر اضافیه، میتونه یاد بگیره، نه اینکه نمیتونه، ولی دیگه کار نداره، براش واجب نیست یاد بگیره، کفاییه. یعنی اون 10,000 تا رفت، اون مهندس اون رشته تکمیله. این یه نفر ممکنه که کار هیچ وقت پیدا نکنه، باید بره یه کار دیگه بکنه، که در کانادا خیلی زیاده این اتفاق میفته. آدم ها درس میخونن ولی در اون رشته دیگه نمیتونن کار پیدا بکنن، برای اینکه درس های تخصصی خیلی بالا خیلی به درد نمیخوره، محدود خیلی محدوده جا برای این تخصص های بالا. بعضی از تخصص ها هم که خیلی کمه، الان مثلا تشویق میکنن که همه برن مثلا تخصص های پزشکی رو بخونن، برای اینکه نیاز خیلی زیاده، پرستاری و پزشکی و اینجور چیزا.
حالا واجب چی این که عینی کفایه هست، یعنی کفایت میکنه. آقا تا یه عده‌ای لازم داریم، از اینجا به بعد اگه خواستی بری هزینه خودت میذاری، از دستت میره، نمیتونی ازش سرمایه در بیاری. این کفایه هستش، یعنی کافیه، یه جایی برسه کافیه، از اونجا بعد دیگه نیاز نیست. ولی یه وقتی واجبه، برای تک تک آدم ها واجبه. این دوتا رو میگه. خب حالا از اینجا خارج بشیم. این یعنی اونی که واجب برای هر kesi هستش. این اول ilmidir kim her ara ve her uğret balig olduktan sonra elbette öğrenmek gerek. نگاه کن خیلی زیبا. میگه این چیه؟ حالا تعریف میکنه. این واجب این یا فرض این چی هست؟ میگه فرض این اول علمیدür. اون علمی هستش که هر یعنی هر مرد. اینجا به معنی مذکره. البته ما در آذربایجان رو الان به عنوان شوهر به کار میبریم، ولی در گذشته به عنوان مبارز، قهرمان، جنگنده، مدافع، کسایی که از منافع مادی، معنوی و وطن انسانها حمایت میکردن، جانشون رو دریغ نمیکردن در راه این، بهش میگفتن در نتیجه هر چیزی که با این داشت یعنی قهرمان لقب میگرفت. این به معنی قهرمان هم میتونیم بگیریم. هر و عورت یک کلمه عربی هستش که الان در یه مقطعی حتی این امروزه در بخش‌های از ایران امروزی هم عورت به زن گفته میشه، در این حال که عورت به بگم که آلات تناسلی یا قسمت اندام‌هایی که در ارتباط با آلات تناسلی مردانه و زنانه هستند گفته میشه. ولی الان در دیگه این معنی رو نداره. در جاهایی که این استفاده میشه به معنی مقدس هستش، یک چیزی که عورت یعنی همونطور که نباید آلت‌های تناسلی یا مناطقی که آلت‌های تناسلی در اونجا هستن توسط غریبه ها دیده بشه، عورت هم یه چنین مفهومی داره که یعنی نباید توسط غریبه ها مورد دستمالی قرار بگیره. و این به نظر من خوب بوده. امروزه دیگه این از اینجا آزاد شدیم، این عورت نیستن، ولی الان یک زن میتونه 10 تا دوست پسر داشته باشه. این به نظر من اصلا خوب نیست. پس علم علمیdir kim her و هر عورت بالغ olduktan sonra بالغ دیروز خوندیم بالغ چه سنی هستش که گفت در پسرها احتلام هست، در دخترها حیض. یه چیزی گفت که اگر حیض ببینن اونجا بالغ میشن، اگرم بالغ نشدن از پسرها از 15 سالگی به بعد رشید میشن و دخترها از 9 سالگی به بعد گفتش. البته نگفت که رشید میشن، گفتش که اینم هست. بالغ olduktan sonra البته öğrenmek gerek. اون علم رو بعد از اینکه بلوغ رسیدن باید یاد بگیرن. ببینی اینجا هم داره میاد میگه آقا بچه ها رو یه دوره‌ای هستش باید بذاری بازی بکنه، تو جامعه در بازی، در مراودات اجتماعی یاد بگیره. ولی وقتی بالغ شد بذارید درس بخونه. قبل این کارو میکردن. به نظر منم آموزش پرورش در آذربایجان آینده، در ممالک ترک آینده باید از یه سنی حدوداً 13-14 سالگی به بعد آغاز بشه. در این 13-14 سال بچه ها رو یه جایی بذارن بازی بکنن، یه چیزایی رو خلق بکنن، نقاشی بکشن، بازی بکنن، یه چیزهای دستی خلاقانه یاد بگیرن، بتونن ابزارها رو به هم ببندن، یه چیزی بسازن. پیچ و مهره بذارید اونجا، تکه های آهن و نمیدونم پلاستیک بذارید، بدید اینها رو به هم بچسبونه، یه چیزی بسازه و خیالش و تجسمش رو بتونه به شکل نقاشی، به شکل کاردستی، به شکل یه چیزی بسازه. به نظر من اون خیلی مفید خواهد بود برای اینکه قوه، به جای اینکه ما بریم آموزش رو بر روی یادگیری و حفظ بذاریم که بعدش هم فراموش میشه. فرض بکنید که من مثلا میلیون صفحه کتاب خوندم، فرض بکنید، حالا نمیدونم چقدر کتاب خوندم، اون فرض، حالا من چند صفحه از اینها تو یادمه، ریاضی رو که نمیتونم الان بفهمم، خیلی چیزای دیگر هم نمیتونیم بفهمیم و اغلبش هم برای شستشوی مغزی و
مهندسی جهل بوده که حالا ما چیکار باید بکنیم؟ به نظر من بیایم اجازه بدیم بچه ها خلاقانه امکاناتی رو بریزیم روی مثلا یه اتاقی، بگیم بچه ها با اینها هر چی رو که دلتون میخواد چه شکلی باشه درست بکنید، بذاریم درست بکنن. طبیعت پر از اینجور چیزاست. من معتقدم طبیعت، حیوانات به خصوص و گلها، به نظر من اینجوری دارم تخیل میکنم، حالا ممکنه درست باشه غلط باشه و تعصبی ندارم که این درست غلط، ولی چیزیه که فکر میکنم طبیعت و حیوانات محصول یه عقل، یه مدرسه هست. عقل هوشمندی، یه جامعه هوشمندی بوده که داشته طراحی میکرده تمامی ملزومات لازم برای حیوانها و انسان یکیه. برای گلها هم از همون یه بخش دیگریه. به نظر من اینها رو داخل یه کلاس ریختن، گفتن اینها رو به هم بچسبونید، یه گل بسازید، هر چیزی که هر کسی هر چیزی. در نتیجه یه گل‌های عجیبی هست، یه حیوان‌های عجیبی هستش که آدم فکر می‌کنه خب اینا رو چه عقلی اینو ساخته، چرا ساخته مثلا اینجوری، و موادش یکیه اما شکلش متفاوته. به هر حال ما باید، به نظر من آموزش پرورش آینده باید به این سمت بره که انسان‌ها بتونن اون استعدادهای درونی خودشون رو آزاد بکنن. حالا ادامه میدیم. اصل قضیه کتاب هستش. اگر اوگرنمز، ببین اینو قبلا گفتیم که ما اورگنمک میگیم، در اینجا اوگرنمک می نویسه. اوگرنمک گرک اگر اوگرنمز şur namaz terk ettiği için nece azab ederlerse ol farz in olan ilm öğrenmedeki için dahi eyle azab ederler. حالا اینجا میگه که مثل نماز رو میگه ترک نماز رو به یاد بگیره. به نظرش این فرض اصلی اینه که نماز رو یاد بگیره. حالا نماز جزء اصول دین نیست، نمیدونم چرا باید حتما، حالا وارد این بحث نشیم. اگر öğrenmez şu namaz terk ettiği için، نماز رو حالا یاد نگرفته، ترک نماز کرده، nece azab ederlerse ol farz این olan علم، او فرض این برای هر کسی واجبه، öğrenmedeki یعنی به دلیل یاد نگرفتنش dahi eyle azab ederler. فرض کفایه، حالا فرض کفایه چیه؟ فرض کفایه olan علم dahi oldur kim ani bir şehirde ya bir ilde bir elde bir kişi bilerse farz birine gelir. Farz birine gelir. Bir kişi bilirse farz birine gelir. ger oğlan kişilere حالا اینجا من اینو اینجوری گروگلان کشیلر، کروگلان حالا نمیدونم این یک کلمه هست یخصا گر oğlan kişiler رو اینجوری نوشته، نمیدونم این چی هست. گروگلان کشیلره فرض olmaz، گروگلان کشیلره اینجوریه، یعنی اون یک کشی که یاد گیره بقیه گروگلان کشیلره، اون چیزی که برای گرو بودن که یاد بگی براشون فرض کفایه بوده، ولی حالا اون که یاد گرفته اونها دیگه آزادن. گرو این یعنی این دیگه. گروگالان کشیلره فرض olmaz. اگر öğrenmezse günahkar olmazlar. حالا اگه نرفتن و یاد نگرفتن گناهکار نمیشن از نظر مذهبی، ولی احتمالا از نظر ملی این یک چیزی دیگه است. و اما آنی، این آنی یعنی چی نمیدونیم. حالا اینجا دیگه بحث عوض میشه. هیچ bir kişi öğrenmezse، اما اگر آنی، حالا آن کدوم یکی از این دوتا نمیدونم. هیچ bir kişi öğrenmezse
گمسی گناهکار اولور. اما اگر هیچ کسی نره اون کفایه رو یاد بگیره همشون گناهکارن، چون همه مسئولن که برن اون یاد بگیرن. حالا یه نفر رفت یاد گرفت اوکیه، بقیه از بقیه ساقط میشه. اینجا پس به اون فرض کفایه داره برمیگرده. اینم جزو اون مباحث در اصل سیاسی ها، دینی نیست. حالا این آدم دینی نوشته اینجا، نماز رو آورده، اون یه چیز دیگریه، ولی ما میتونیم این رو سیاسی ببینیم، ملی ببینیم، تاریخی ببینیم خیلی. و اما آنی هیچ bir kişi öğrenmezse gamusi اینجا hamusu günahkar olur. دخی و علاوه بر این bu ضعیف küre kem bu farz-ın olan ilme kitaplar düzmetler یا düzmüşler احتمالاً. این نمیدونم این düzmüşler هستش، düzmetler هستش، این میشه لطیف. اینجا هم یک کلمه هستش که نمیتونم، یک کلمه نیست، یه نمیدونم این خط و görklü. حالا بذار ببینیم چی میشه. دخیل bu ضعیف kürehi kem یا kürehi kem bu farz-ın olan ilmide kitaplar düzmüşler. لطیف و حالا این احتمالا خط زده، لطیف و görklü لطیف و قابل ارزشمند، görklü. اما kitapların kemi از حالا اینجا دوباره عربجه، اما kitapların kimi عربجه و kimi پارسجه. اما کتابlar kimi یعنی بعضی از کتاب ها، اینجا کتاب kimi بعضی عربجه و بعضی kimi. اون به جای کلمه بعضی که عربی هست، اینجا از کلمه kimi عربجه و kimi پارسجه نوشته. اینجا دیگه به جای فارس هم ننوشته، پارس نوشته. حالا ببینیم چی میگه. her kişi onlara mutala edip ma'nisini çıkarmaz. میگه حالا اون کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده، عین در زمینه بو فرض عین اولن علمیده، اون فرض عینی که بر همه هست، واجب هست، این گفت نماز و اینجور چیزا، میگه که در اونجا کتاب‌های düzenmişler latif و görklü. اما kitapların بعضیسی عربجه بعضی فارسجه. حالا چی؟ یعنی چی؟ میگه هر کشی آنلاری، هر فردی نمیتونه اون کتاب‌های فارسی و عربی رو مطالعه ادب معنیسین چیگرمز، نمیتونه معنیشو در بیاره. چیگرمز، چیگارماخ یعنی انگار داخل یه چیزیه شما بده اونو بکشید بیرون، چیگارماخ به این میگن. من مثلا فرض بکنید که دستم داخل یه ظرفی گیر کرده، میخوام اینو بیارم از داخل چاه، میخوام یه چیزی بیارم. میگه داخل اون کتاب ها یه چیزی که نمیتونه اون معنی رو بیاره بیرون. خیلی جالب اینجا اون مفهوم خیلی. و اگر اوگیب اوگرنرسه دهی تزجک اونو در. میگه حتی اگر بخونه و یاد بگیره عربی رو و پارسی رو مثلا بخونه، و اگر اوگیب اگر بخونه، اوگیب öğrenirse یاد بگیره، دخی تزجه اونdur، تزجه یعنی به سرعت فراموش میکنه. میگه که به خاطر اینکه یه زبانی دیگره دیگه، زبان مادریتون نیستش که یادتون بمونه. احتمال میدم برای اینکه من بعضی از کتاب‌ها رو میگم اینو قبلا خوندم، به خاطر اینه که به زبان مادری خودم میخونم الان. در نتیجه میفهمم که البته این از خیلی اوان نوجوانی در من وجود داشت که یک کتاب رو دوبار نمیتونم بخونم.
یه بار میخونم دیگه بار دوم خسته میشدم، تکراره، به نظر من نباید تکرار باشه. ve yahut sonra manisin görüklü edemez درسته. میگه و یا اینکه و یا خود یا اینکه sonra بعدها معنیسین görüklü edemez نمیتونه اون ارزش معناییشو درک بکنه. پس دلدی دیلدی، حالا دیلدی یعنی خودشو مجهول می نویسه. اون بالا هم نوشت که دخی بو ضعیف کره کم، کره نمیدونم اینجا چه معنی میده، بو ضعیف کره کم احتمالاً منظورش خاک، کره زمین، کره کم bu فرض عین اولن علمیده. حالا خودشون مجهول نوشت، اینجا همون داره میگه که دیلدی آرزو کرد، bu مسکین دخی دیلدی bu مسکین دخی kim فرض عین اولن علمیدن Türkçe bir mukaddeme düze تا kim düze یعنی پشت سر هم بکنه، مثل تسبیح که düzmah میکنیم روی رشته، اینو میگه. Türkçe bir mukaddeme düze ta ki mübtedi kişilere ani okumak یعنی خواندن، okumak کنزه اولا داخی okumak ککن. حالا اینجا یه تشدید گذاشته، به نظرم دارم تلاش میکنم این کلمه رو بفهمم که ککز اولا داخی اغلادن چوغلر. این کلمه رو بالا خوندیم، الان دوباره یادم رفتش که اونو چی خوندیم در بالا. اما این ککز خیلی منو چیز کرد، اینجا باعث شد که نتونم بقیه رو بخونم. آن اخمخ ککز اولا داخی. نمیدونم این احتمالاً ککنم نمیشه، یعنی معنیشو نمیدونم این چی هست، من کلمه چی هست. ککز اولا داخی اوغالان. اون بالا اینو یه چیزی دیگه خوندیم، بذارید ببینم این کلمه رو در بالا یه چیزی دیگه خوندیم، اگر بتونم منو پیداش بکنم. برگردیم، یعنی اینجوری باید کتاب رو خود. اینجا گیروقالان، حالا اینجا ببینیم چی میشه. اینجا اغلان هستش، نه این قالان نیست، اغلان. او دخی اغلان çoklar ve kızlar, oğlancıklar ve kızlar balık olmağa yakin olacak o kerdiler ögerdiler ögerdiler یعنی یاد گرفتند. حالا diledi bu miskin dahi kim farz ayn olan ilmiden Türkçe bir mukaddeme düze ta kim müftedi kişilere ani okumak gegiz ola dahi. Gegiz این کلمه خیلی جالبه. gegiz ola dahi oğlancıklar ve kızlar balık olmağa yakin olacak ögredeler. Yad bedehend, örgedeler. Yad bedehend به اون oğlancıklar ve kızlar. Olacak ögerdeler. Bu mukaddemeyi ta kim itikadine ve köküne
Evvelden şeriat emrin tutmak ve Müslümanlık qeydin yaymak düşer. Baliq olduktan sonra bunun içinde bunun içindeki bu birle amel ede. Bunun içindeki bula amel ede. داخل این رو بوله پیدا بکنه. البته اینجا برله نوشته. برله یعنی برابر. برله عمل اله. bunun بر اساس عین اون چیزی که در داخل این کتاب نوشته شده تازه میگه مقدمه هست. این رو عمل بکنه. پس بالغ olduktan sonra bunun içindeki birle amel ede. Ama biline kim? دوباره این biline kim? Farz eyn olan ilmiden alimler ihtilaf ediplerdir. Edipdürürler. میگه اما فرض این چیه؟ میگه در این که به چه چیزی فرض عین گفته بشه عالم ها اختلاف در میان عالم ها اختلاف انداختند. عالمان اختلاف انداختند. خود عالمان باعث اختلاف شدند. اینجوری بگم فرض عین olan علمیدن عالمler اختلاف edip یعنی خودشون عین ایجاد کردند، اختلاف ایجاد کردند. فرض عین olan علم mütekellimler getinde Tengri Teala'nın birliğin ve sıfatlerin deliliyle bilmektir. میگه که در نزد متکلم فیلسوفان درون دینی، نه فیلسوف به معنی فیلسوفانی که درون دین فکر میکنن، همه چیز رو در قالب دین میفهمن و میفهمانند، اینها رو بگیم متکلم. فرض این olan علم از نظر متکلمler قطنده، یعنی در نظر اونها تنگری الله تعالی نون birliğin یگانگی و sıfatlerin دلیل bilmektir. با دلیل فهمیدنه. بعضی متکلمین گفتن که علم فرض، علم واجبی که برای هم هست اینه که بریم وحدانیت و صفاتهای خدا را با دلیل بفهمیم. البته این خیلی جالبه، یعنی اگر ما این رو درست تعریف بکنیم که صفات خدا چی هست و ما برای درک صفات خدا باید تلاش بکنیم، ما رو راهنمون میکنه به شناخت جهان. برای اینکه مثلا میگه الله، یکی از صفات خدا الله فاطر السماوات و الارض یا خالق السماوات و الارض. حالا شما برای اینکه بدونید این خدا این سماوات و الارض رو چجوری ساخته، باید برید این سماوات و الارض رو بشناسید که این سنگ چیه، این آب چیه، این حیوان چیه، اینها چجوری دی ان اشون چی هست، اینها رو باید بتونید بفهمید. یا اینکه باید حالا از زمین که زندگی میکنیم باید بتونیم بریم فضاها، یا باید بریم اعماق زمین، اعماق آب، حیوانات و اینها رو بشناسیم. ببینید این اگر به این معنی بگیم توسعه پیدا میکنیم، ولی اگر اینها رو بیایم محدودش بکنیم به اینکه نه صفات رو بگیم الله مثلا خالق هستش، دیگه تموم شد. یعنی چی؟ یه درک بسیار ناقصی از اون داشته باشیم و تلاش نکنیم درک بکنیم صفات الله یعنی چی. خب درک صفات به غیر از اینه که یه چیز کلی بفهمیم، درک صفات بر اینه که مثلا بریم در عمق اون چیز، کاری که اون صفتی که خدا داره چیز از اون طرف هم خداوند گفته که و نفخت فیه من روحی، من در انسان از روح خودم دمیدم. حالا این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا شما مثل خدایی یا خود خدایی، یا حداقل بخشی از خدا در درون توست، تو خداگونه‌ای. نه خداگونه نیستی، خود خدایی. در اینجا اون حلاج گفته انالحق معنی پیدا میکنه، برای اینکه اگر روح خدا در دل من هست یعنی من بخشی از وجودم اللهه.
این خب حالا برای اینکه این الله رو بشناسم باید برم کار الله گونه بکنم، یعنی که باید خلاق بشم، در آسمان ها و زمین ها رو کشف بکنم، این چیزی که خدا خلق کرده اونها رو کشف بکنم، رمز وجود و خلق اینها چیه، چجوری اینها رو خلق کرده، اینها رو تازه اگر درک بکنیم میشه صفات خدا رو فهمید. حالا این بیل مکدور فقیهلر، حالا فقیهلر گفتم فقه در عربی به معنی متفکرین بود، ولی الان تبدیل شده به اینکه یه تعدادی خودشون میرن درس میخونن بعد میگه آقا من هر چی بگم اون دینه، شریعته. این قسمت دوم. فقیهلر ادلر یعنی گفتند. چه گفتند؟ فرض این ölən علم فقه‌دür. احتمال این فقه‌دür، احتمال میدم که فقه‌دür یعنی فقه‌دür. من فکر می‌کنم اینجوری باید نوشته بشه. حالا فقیه ها چی گفتن؟ فقیه ها گفتن که علمی که فرض عینه فقه هستش. زیرا چرا فقه؟ زیرا تنگری فرض اتدگی نسنلری بیلمک، برای اینکه اون چیزهایی که خداوند فرض کرده، الله فرض کرده، تانری اون رو فرض کرده، فرض اتدگی نسنلری بیلمک، اون نسنه ها، اون موجودات، اون مخلوقات رو دانستن یا اون اعمال رو دانستن. حالا دخی حرام، حالا علاوه میکنه، این فقیه ها دارن علاوه میکنن، دخی حرام و حلال نسننی بیلمک، حلال و حرام. فقه، دوباره میگم این فقه نمیگه ها، نگاه کنید اینجا فقه میگه، اونجا هم گفتیم فقه بیلمک، فقه یعنی شرعیات، بیلمک بیر لحاصل اولر، میگه همه اینها یعنی حلال و حرام و اون نسنه هایی که خداوند گفته فرض کرده اونها رو یاد بگیریم و اینها، میگه با فهمیدن فقه برابر با فهمیدن فهم حاصل میشه. حالا دیگه من دیگه تفسیر تو فارسی ترجمه نمی‌کنم. تفسیر و حدیث، حالا این دو تا نظر سومی هم یه اهل تفسیر و حدیث هستش، اینا هم جدا هستن، یه تفسیریا هستش یه حدیثیا. ببینیم که اینو چی میگه. تفسیر و حدیث اهل ادلر، اینا هم گفتن، اتماخ گفتیم که به معنی گفتنه، ادلر چی گفتن؟ فرض این اولن علم قرآن و حدیث معنیسی بیلمکدور. اینا هم گفتن که آقا این دو رشته هم گفتن، متخصصین این دو رشته هم گفتن که آقا نه، فرض این عبارت است از این که درک بکنیم قرآن و حدیث و معنی اینها رو، بیلمکدور دانستنه. زیرا گمو دین علم bunlardan çıkmıştır. گمو گفتیم که به معنی همه، زیرا گمو دین یعنی این دین، همه این دینی که الان هست، میگه این علم bunlardan دین، گمو دین علم bunlardan çıkmıştır، همه از این چیز حدیث و قرآن اومده بیرون، در حالی که اینجوری نیست. خب این هم دسته سوم. تعریف دسته چهارم هست صوفیلر ادیلر. صوفی ها هم گفتن که فرض این اولن علم کشی کنده حالین و مقامین بیلمکدور. اسلام ببینید خیلی جالبه، در مورد چهار تا حداقل تا الان نظریه متوجه شدیم. صوفی ها هم گفتن آقا فرض این چیه؟ فرض این اینه که علم کشی یعنی انسان، نه زن نه مرد نه انسان کنده حالین، درون خودشو، حال خودشو، و مقامن و جایگاه خودشو بیلمکدور بفهمه، هم در اجتماع هم در نزد خودش، در خانواده، در نزد خودش. پس اینم میگه که و نفسون افتلوف
Afetlerin ve nefsün afetlerin bilmektir. Ve همچنین آفتها و بیماری ها و کم و کاستی های نفس رو، جون رو، روح رو، شخص خودش رو بفهمه. و nefsün afetlerin bilmektir. Kişinin nefsine sıfat birle bir nur kamil olarla نه. حالا اینجا یه مقدار سخت خوندم این رو. kişinin nefsi ne sıfatlar birle bin nur kamil olar نه. حالا انسان ها با اون نفسشون، کشی نفسونه نه صفت، نه به خاطر نفسش صفت بیرله نفس له نه صفت بیر. حالا اینجا خیلی درک نمی کنم این رو معنیشو. چیشون نفسی، حالا اگر بخونیم متوجه میشیم چی میشه. چیشون نفسی نه صفت بیرله، اون صفت ها رو برابر با اون صفت ها یا بین نور کامل اولر، بیر نور کامل اولار، یک نور کامل میشه با اون صفت ها، نه با نفسش. چشینون نفسی نه صفت بیرله، نه با نفسش بلکه با اون صفاتی که داره بین نور کامل اولور نه و تصفیتله اولور نه. حالا این نه آخر دوباره اینجا میمونم، توی گل میفتم. و نسبت له یعنی موصوف شدن به چیز، مرتبدن دوشر هلاک اولور آنی بالمکتور. حالا اینا خیلی توضیح دادن، میگه که اوکی احتمال میدم اینجوری باید بخونیم بالمکتور و نفسون آفتlerin bilmektir. Kişinin nefsine احتمالا nefsine sıfat birle bir nur kamil olur نه. حالا و نصفتله با صفتی که چیز هستن، نه صفت ل مرتبدیم دوشر حالا هلاک اولور و نه صفت ل مرتبدیمی دوشر. حالا اینجا یه مقدار دوباره باید اینو دوباره بخونه، آدم چند بار بخونه کتاب رو بخونه تا بتونه اینو بفهمه. نظر این صوفی ها یه مقدار اینجا با پیچیدگی نوشته. صفت مرتبه لری احتمال مرتبه لری دوشر هلاک اولور آنی بالمکتور. حالا اینو خیلی نفهمیدم این قسمت رو چی میگه. ابو حنیفه رحمت الله علیه کامل، این کار رو اونجا نوشته مال اینجا کامل. حالا این بالا متوجه شوم حلا اینجا که اول سطر کامل فکر بودور demiş. حالا اینم یه تعریفی داره. علم چیه؟ ابو حنیفه گفته که علم این عبارت است از کامل فکر بودور demiş. فکر کامل چی هست؟ زیرا علم اخلاق دقیق علمیدندür. اخلاق میگه علم اخلاق هم جزء علمه. آنون گتینده در نزد ایشون ایمدی بر اساس اینهایی که گفت، حالا 5 تا شد فکر کنم. Bilinelim ki bunların her birisinin maksudi bile dedüklerinden maksudi böyle dedüklerinden farz-ı eyn olan ilmide ve
اهم وقت gereklisi nedir ani bilmektir. میگه هر کسی از این 5 تا قولی که گفت، میگه her kudum اینها bunların her birisinin maksudu böyle dediklerinde اینچنین که گفتن مقصودشون فرض عین olan علمیdir. علمیده در اون چیزی که فرض عین گفته میشه در اون و اهم وقت gereklisi مهمترین وقتی که باید باشه ندور. هر چیزی که در اون هستش، در اون دیدگاه، در اون نظریه‌ای که هستش، میگه اون در اون وقتش آنی bilmektir. اون فهمیدن اون چیزی هست که در اون نظریه گفته شده. زیرا هر birisi فرض عین dedi ki علم birisi münkir dediğimde yaramaz. Munkir dur demege münkürdür demege yaramaz. میگه منکر حالا هستن، اون دیگه فایده بی فایده است. ابو طالب مکی هم یه حرفی زده، گفته که ادی چی گفته؟ فرض عین olan علم oldur kim müselmanlık ansuz tamam olmaz. اینم گفته مسلمانی به هر چیزی که تمام بشه، مسلمانی قایم بشه، قایم به آن بشه، اون علم چیز هستش. اینم یه تعریف دیگری داده شد، 6 تا. اول 5 nesnedir. حالا این خودش ابو طالب مکی گفته که 5 تا نسنه هستش که با اون مسلمانی قائمه. دیدی birisi اولا هر دوتا رو به کار برده، birisi اولا، هم عربی هم ترکی شد. تنگری تعالی bilmek و اولیش چیه؟ شناخت تانری و پیغمبری حق رسول bilmektir و پیغمبر رو هم رسول حق بفهمه. İkincisi 5 vakit namazın şartların ve rükünlerin bilmektir. شرطها و ارکان نمازهای 5گانه رو بداند. Üçüncü orucun farzların bilmektir ve oruç neyle tamam olur ani bilmektir. سوم اینه که واجبات روزه چی هست، oruçluk چی هستش و با چه چیزهایی oruç واقعا اتفاق میفته، اونو باید بفهمه. Dördüncü zekatın farzların bilmektir. Vacibat zekat رو بدونه. Beşinci haccın farzların bilmektir dedi. و گفتش پنجمی چی هستش؟ فرضیات واجبات حج هستش. این آدم گفته این 5 تا رو بفهمه دیگه اون علم فرض رو میفهمیده. یعنی نتکیم پیغمبر حضرتی علیه السلام buyurdi بنی الاسلام علی 5. حالا حدیثی هم آورده که پیغمبر گفته که اسلام بر 5 چیز بنا شده، در حالی که این چیز ممکنه وجود نداشته باشه. برای چی؟ برای اینکه خمس و حج قبلا بوده، قبل از حضرت محمد بوده و جزء مسلمانی نیست. حالا ببینیم، میگه دیدی یعنی اسلام بیش از دیدی یعنی اسلام beş nesne üzerine yapılmıştır. İslam 5 nesne üzerine yapılmıştır dedi. گفتش که اسلام بر روی 5 حدیث رو گفته دیگه. حضرت به نقل از حضرت محمد یه حدیث ساختن، گفته که اسلام بر روی 5 نسنه بنا شده. yapılmıştır یعنی yapmak یعنی ساخته شده، بنا شده. چی؟ aşağıda ol 5 nesneyi bildiririz. aşağıda در پایین، در زیر، aşağıda ol 5 nesneyi bildiririz. Gecen bu ihtilaf
بیلینسون. گجن کی؟ حالا شاید bu اختلافی bilsen bilesin. گجن bu اختلافی bilesin. حالا اینجا یه حالت ه داشته، من اینو خوندم، حالا الان دیگه اصلاحش کردم. گجن که bu اختلافی bilesin، تو این اختلافات رو، این نظریات رو آوردن که این اختلافات رو بفهمی، بدونی که در مورد علم یقین اختلاف هست. همین که دیروز چیز گفت، آقا هر کسی از ظن خود شد یار من، از درونه من نجس اسرار من، هیچ کس دین رو نمیدونه، هر کسی از ظن خودش داره ظنیاتی رو میبافه و میگه علم چیز این هست. بیلال kim؟ حالا دوباره چی میگه؟ تحقیق budur ki پیغمبر علیه السلام، اینجا علیه، اینجا میم هم هست، نمیدونم علیه السلام این چی هست نمیدونم، buyurdu. چه گفتش؟ mutlaka alim öğrenmek ara ve öğrete farzdır dedi. گفتش که mutlaka 100% علیم öğrenmek، یعنی علیم آگاهی، علم، علیم öğrenmek ara ve öğrete farzdır dedi. Nitekim ayetti yani گفت talabul ilmi farizetun ala kulli muslimin ve muslime. طلب علم بر هر مسلمان زن و هر مسلمان مرد واجبه. İmdi bellidir kim ol farz eyn olan ilm oldur kim kişinin Müslümanlığı tamam olmaz onları öğrenmeyince. حالا این نظره آقای چیز بود دیگه، ابو طالب بود که یک صفحه توضیح داد که فرض علم چی هستش. میگه بر اساس این حدیث بلی دورچی، یعنی آشکاری که فرض این علم olan علم oldur kim kişinin Müslümanlığı tamam olmaz onları öğrenmeyince. اگر تا زمانی که اونها رو یاد نگرفته نمیتونه مسلمان باشه، کامل بشه. بس بیلالون kim؟ حالا من هی میخوام یه جایی تمومش بکنم ولی این بحث خیلی جالبه. بیلالون kim؟ Bu farz olan nesnelerin bazısı kişinin zahirine farz olmuştur. Şul beyan edeceğimiz 5 farz gibi. این فرضایی که گفت در بالا میگه آقا بدونیم که اینا فرضایی که بر ظاهر ما واجبه، فرض olmuştur. Şul beyan edeceğimiz 5 farz gibi. بعضیسی باطنه فرض olmuştur، اما بعضیش هم برای داخل ما، درون روح ما واجبه. شل ایو صفتلeriyle، ایو یعنی ای، خوب، پسندیده، ایو صفتleriyle ve خلقleriyle bezenmek ve 100 sıfatlerden arınmak ve یوز صفتlerden arınmak. یوز اینجا به معنی پست و بد به کار برده. یوز. پس ایو صفتleriyle و خلقleriyle bezenmek یعنی آرایش کردن خود با این صفتهای خوب و خلقهای خوب. صفتها و خلقها. حالا فرق این دوتا رو باید بفهمیم. من خودم الان خیلی نمیفهمم که چی هست. صفت مثلا کریم بودن، بخشنده بودن، شجاع بودن، اینا صفاته. اما خلق رفتار بر اساس صفات خوب هست. فکر میکنم من تا اینجا، حالا این نویسنده که من خودم تفسیرم از این. و یوز اینجا به معنی زشت و یوز صفتlerden arınmak gibi و از اون صفاتهایی که زشته arınmak بشیم، جدا بشیم، پاک بشیم. arınmak، این arınmak خیلی arınmak نوشته
این خیلی از اون کلمه پاک بهتره، برای اینکه مال زبان ماست. پس bilinakim kişinin zahirine farz olan ilmilerin evvela balik olduğunliyen haklinik hakikalin birliğine, hakikalinin, حق تعالانın، اینو به هم چسبونده، من دارم این همه چیز میکنم. بالغ olduğunliğin بالغ olduğunliğin hakkı Teala'nın birliğine ve peygamberin haklılığına, hakkı Resul idüğüne nitekim dediyse hakkı idüğüne. حالا اینجا کلمه ها تغییر کرد. کلمه هایی که اینجا داره در این از بس بیلالینکی می نویسه، ادبیاتی که به کار میبره با ادبیات یا لهجه‌ای که ترکی رو می نویسه با لهجه قبلی فرق داره. به نظر من اینجا خیلی فرق کرد. یه مقدار به طرف یا ترکمنی رفت یا چغاتای، به اونجا رفت. من چون با هیچ کدوم این دوتا خیلی آشنا نیستم، درنچه نمیتونم بگم که به کدوم لهجه میگه، ولی اون لهجه قبلی رو خیلی ساده میخوندم. ولی این لهجه رو اولا در این لهجه کلمات رو به هم چسبیده نوشت. حالا ببینیم تا کجا ادامه میده. و پیغمبرın haklılığına حق رسول idüğüne hak Resul idüğüne nitekim dediyse hak idüğüne itikad sahih birle ikrar etmektir. Ondan sonra gemu farz eyn olan nesneleri bilmektir ve buncileyen kişinin ve buncileyen kişinin batinine farz eyn olan ilimlerin dahi evvel hakkı Teala'nın birliğine ve peygamberin hakkı Resul idüğüne ve mecmu dediği ve haber verdiği hakkıdığına itikad etmektir. Tereddüt olmemektir. Bundan sonra ol nefse kemal olan sıfatları ve hulgleri ve nefsi halak ve merdud ölen eden sıfatları bilmektir. İmdi bu sıfatları bilmek farzüdür dediğimiz an küçündür kim ol yeremez sıfatlar kişide olacak بخیلlik, حسد, تکبرلük. نگاه کنید حالا اون صفات زشتی رو که میگه بخیلlik و حسد و تکبرلük ve hakkı Teala takdirinde gelen nesnelere razı olmak gibi kişinin taş emellerin kabul olmağa koymaz. خیلی ادبیات فرق کرد. خوشم هم اومد راستش بخواید، دارم با این ادبیات عادت میکنم. حالا بذار ببین چه مدتیه، 1 ساعت و 24 دقیقه است. من حالا برای اینکه خیلی دیگه
این بحث خیلی جالب بود برای من، میخواستم ببینم چی هستش. بذارید این تا اینجا بخونم ببینم که این بحث تمام میشه یا نه. Pes ol ayı sıfatları öğrenmek gerek. Eğer kendi de yığsa hasıl edip öğretmek gerek. Ol yavuz sıfatları bilip sığınmak gerek. Ta ki Müslümanlığı halk gitinde tamam ola. Zira halk birle muamele ayrıktır. Zira halk birle muamele ayrıktır ve hakkı birle muamele ayrıktır. این کلمه جدیده، ayrıktır یعنی جدا هست. زیرا خلق birle معامله با خلق جداست، ayrıktır ve hakkı birle ve معامله با خدا حق birle معامله ayrıktır. معامله با خلق جدای از معامله با hakkı. Pes geçen kişinin zahirine farz olan nesneler yerine gelse yermene نیست. این yerine gelse hem halkiyetinde Müslümanlığı tamam olur ve batinine farz olan nesneleri yerine gelse hakikatinde Müslümanlığı tamam olur. مسلمانی میگه در نزد دو مرحله داره. مرحله نزد مردم هستش و مرحله نزد الله هستش. پس بونی bilelim kim اسلامون. نگاه کنید اینجا این کلمه رو حالا از اینجا به بعد از این علامت استفاده میکنه. اسلامون و ایمانون. حالا اسلام رو میخواد چیز بکنه، فکر میکنم که میخواد توضیح بده اسلام چی هست. اسلامون و ایمانون و اعمالون ظاهری و ابتداسی var. دخی باطن انتهاسی var. اسلام و ایمان و اعمال ظاهری ابتدایی داره و انتهایی داره و دقیق باطن انتهاسی var. هم میگه درون و انتها داره. باطنش انتهای اون ابتدا هست. اینجوری میخواد بگه. بعض آیات و احادیث ظاهر و ابتدا اعتباریyle aydılmıştır گفته شده بود و بعض آیات و احادیث باطن و انتها اعتباریyle aydılmıştır. Birisi مقام فتویدر، birisi مقام فتویدر فتوا، birisi مقام فتویدر و birisi مقام تقوادر. ببینید کلمات رو الان آدم داره میفهمی که فرق این چیه. من دارم با این کتاب ها birisi مقام تقوادر bilek bazı ayatide ve hadiside hem zahir ve hem batine delalet vardır. Zahir ehli zahir manisini anlar ve batin ehli batin manisini anlar. İnce anlar onu ve ısrarın anlar ve esrarın anlar. İsrar ne? Esrarın anlar. Esrar sırrha. Nitekim mukaşifler ta veylin mukaşifler ta veylin görer. Sen kim? Netekim eseri. Hiç ehli zahir ta veyline begelmez. An için dürkim Peygamber Hazreti Peygamber Hazreti aleyhisselam etti. لِكُلِّ آيَةٌ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلِعٌ. یه آیه حدیثی هم اینجا گفتن که هر آیه ظاهری داره و باطنی داره و برای هر چیز حدی برای و لکلن برای هر چیزی
حد مطلع، حدی هستش که میتونید ازش مطلع بشید. خب خیلی بحث‌های جالبی رو مطرح میکنه این کتاب. من برم از هر صفحه 50 PDF یک صفحه بخونم و کتاب رو تموم بکنیم. بریم صفحه 50 PDF. اینجا چیگان یری. حالا دوستان اینجا خوندنمون یه مقدار ممکنه سخت بشه، به خاطر اینکه ما 100 صفحه کتاب رو رد کردیم، یعنی پریدیم بدون اینکه بدونیم فتوا چیه، مفتی چیه، نمیدونم تقوا چیه و اینها رو بفهمیم، فرقشون رو، کارکردشون رو و کلماتی که صدها کلمات دیگر کلیدی برای فهم بحث ها رو پریدیم. در نتیجه خب خیلی طبیعیه که ما در اینجا به گل بیفتیم، باطلاق بیفتیم. چیگان یری گوی و یریمه یریمیه. پس اول جگن یره olcigen yere ürüp sehlice sörütmek gerek ta necis gidip eriyece ola andan sor arice ola arice arı ola yani pak bشه arice ola andan sonra bir geç kez dahi su örüp vurup avadan sürütmekelim kim cüre yanine bulaşeni erine hemen arine ama oruç gününde necis cigan yeri goy vermeye ta içeri söküdüp oruç senmiye. بلکه حالا اینجا با این خطی که خطش یه مقدار اینجا تغییر کرده، فکر میکنم از اونجا از اون صفحه‌ای گفتیم لهجه فرق کرد، به چغاتای رسید یا به چیز رسید، به ترکمنی رسید. فکر میکنم از اونجا دیگه باید تا اینجا ادامه داره. گوی ورمیه رها نکنه بیخال خودش. احتمال میدم، ببینید الان بحث رو داریم از نیمی احتمالاً میخواد بگه که یکی رفت مدفوع کرد، رفت توالت، حالا باید با خودش چیکار باید بکنه؟ گفتش که باید پاک بکنه و بشوره. حالا اینها رو داره این بالا گفت. حالا اینجا میگه که در راه رمضان اگر این اتفاق بیفته چیگان یری گوی ورمیان، ترکش نکنه اونجا رو، اون چیزی که تا دیگه خیلی مؤدب نوشته، نگفته که فلان جاشو اسمشو نگفته، گفته که چیگان یری تا ایچرو söküp oruç senmiye belki kendi düşüre taharet nefsi çekmiye. Taharet nefsin çekmiye, zira nefs çekeceğe aşağıdan suygar ve اینجا یک کلمه پاک شده çekilir şayet içerikte. بس öbüh olacak. حالا این چیه؟ ابوه یعنی چی؟ نمیدونم، قبلا نخوندیم. ابوه olacak avadan silmek gerekiyor. Avadan silmek gerekiyor. Sehlice nesne gale sehlice nesne gale bir geç suyla yuyacak gede. حالا در اونجایی که حالا دفع حاجت کرده میگه که ممکنه که یه چیزایی اونجا مونده باشه از اون حاجتی که انجام داده، یه چیزایی مونده باشه، میگه اون رو با یه مقدار آبی بیر گچ سویله، با یه مقدار آبی یویجک ما هم یویجک میگیم دیگه، یویجک گده میشوره میره.
اما ادامه ندیم، بریم صفحه 100 PDF ببینیم که 100 PDF چی میگه. و تراویح نماز ظاهرا که در شیعه نیست، در سنی ها ظاهرا بعضی از علمای سنی معتقدن که تراویح واجب هست و تراویح ده و رمضانی ده و وتری ده اینم نماز وتر هستش. تراویح دعا احتمالا باشه، حالا قاطی کردم. وتر که میدونیم نماز وتره، ولی این تراویح هم فکر کنم که نمازهایی که پشت نماز اصلی میخونن، اینم نمازه. و جماعت نماز جماعت رجب آینده گلدوگلری نمازده قرآن آشکاره اوگمق گرک. میگه باید قرآن رو با صدای بلند بخونید، آشکاره اوگمق گرک در ماه رمضان. اما صلوات رغایب بعضی حدیثی ده غریب gelmiştir. Recep ayının evvel cümle gecesinde akşam ile yetsü adasında 12 rekat namazı 6 selam ile kılmak gerek. Her bir rekatinde Fatiha'dan sonra 3 kez inna enzelnahu ve 12 kez Kul huvallahu ehad okuya. Bazılar etmiş in گفتند bir inna enzelnahu ve 3 kez Kul huvallahu ehad okursa dahi dürüsttü. Baki galanın onda ya halvetinde okuya. باقی گلانın evinde یا خلوتinde okuyor. نگاه کنید مثلا evinde اینم هستش، evinde نیست، evinde باقی گلانın evinde یا خلوتinde okuyor. حالا اینجا جای سفیدی بوده، یه علامتی اینجوری، یه حالت چیزی خطی کشیده، یه چیزی دور این، چون نمازیندن دوباره نمازیندن آورده. چون نمازیندن فرق olacak همان فارغ، فرق olacak 70 kez. Allah 70 kez فرق olacak 70 kez. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyel ummiye ve ala alihi ve sellem diye ondan sonra secdeye vare 70 kez Subhanal Malikil Kuddus Subbuhin Kuddusun Rabbena ve Rabbil Melaiketi ve Ruh diye ondan başın secdeden kaldırıp 70 kez dahi Rabbi gfirli ve verham ve tecavüz amma ta'lem inneke entel azzul ekrem diye dahi gerو secdiye yani برای سجده دوم و ان 70 کن. خب دیگه این رو بریم صفحه 150 PDF. صفحه 150 PDF رو بخونیم ببینیم اینجا چی میگه. این هم امام محمد ایدر گفته bir alim sürse, bir alime sürse ol alim ateşe Ayşe. İmam Muhammed Aydü bir alime sürse ya sürse bepursan ol alim Ayşe örcün o alim etse yani bege etse orucun sinur dese yese kefaret olmaz. صد شرعیده. حالا این صد شرع یعنی چی نمیدونم. صد شرعیده حالا این یکی از اصطلاحاتی که من نمیدونم. و قاضی این کتاب احتمالاً صد شرعیده و قاضی هانده
این هم اسم یه آدمه. ایدور بله اینجوری میگن اگر جناون جما ایتسه، اگر جناون جما ایتسه دخی اورجم سنده دیسه دیسه دخی سند دیسه دیسه دخی اگر سن مدغن bilmezse kefaret ölmez. Ama geza gerek ve eğer bilse ama geza gerek ve eğer bilse yese هم geza هم kefaret gerek. خب اینجا حالا دیگه دارم یواش یواش با املای این قسمت که تغییر کرد با املاهای قبلی دارم عادت میکنم. این گرک رو من حالا نمیتونستم اون صفحه قبلی نمیتونستم اینو بخونم، حالا متوجه میشم که گرک ها رو مثل این بالا ه نوشته، دوستانی که میتونن ببینن عین همون مینویسه. و اگر بیلسه یسه هم گزا هم کفارت گرک bir kimisi tutsa öpse, bir kimseyi tutsa öpse dahi suyu gelse kefaret ölmez. حالا اگر یکی رو گرفت بوسید ولی در اثر این بوسیدن منی از خودش دفع شد، در اینجا میگه که چون قصد این رو نداشته احتمالاً دیگه باید روزش رو قضا بکنه اما کفاره لازم نیست. اینجا دوباره خالی گذاشته، یه چیزی باید اینجا می نوشته که دیگه ننوشته. اگر عورتler biri üstüne çıksa، اگر دو تا زن بر روی هم بیان، çıksa erler gibi suy gelse، مثل مردها آب ازشون بیاد بیرون، کفارت olmaz، بازم کفاره نداره. اما oruçları sünür، روزشون میشکنه، یعنی باطل میشه. قضا ادلر، باید قضا بکنن. حالا دوتا خانومن با هم شوخی میکنن، مثل زن و شوهر دارن بازی میکنن. این در این بازی امروزه بهش چی میگن؟ به این میگن، حالا اصطلاحی داره اینجا، لزبیان بازی بکنن. اگر دو تا زن با هم مثل زن و شوهر رفتار بکنن و آبشون بیاد مثل مردها، میگه که روزشون باطل میشه اما کفاره نداره، چون که اینا اون کار رو نکردن در اصل. اما oruçları sünür قضا ederler ama su gelmese husullere قضا da lazım değil. میگه اما غسولره، حالا این غسولر احتمالا همین دوتا خانم، نمیدونم اسمشه، به جای فکر میکنم، نمیدونم، احتمالا غسو اینجا به معنی لزبیان باشه، کلمه به معنی لزبیان باشه، نمیدونم. غسولره یعنی برای اون دوتا خانم قضاده لازم دیگل، حالا قضا هم لازم نیستش، اگر آبشون هم نیومده باشه که دیگه لازم نیست قضا هم بکنن، شوخی کردن با هم دیگه، حالا رابطه داشتن. خب اینم از این قسمت از این کتاب که به بحث‌های جالبی برمیخوره. صد شرعیده و قاضی هانیده ایدür اگر cima ederken görselim irete olmağa yakin olmuş kendi çekse dahi filhal irte olsa ondan sonra su gelse hal bu olsam irte olmuş olsa. خب اینجا دیگه یه مقدار سخت شد. من برم صفحه 200 رو یه نگاهی بهش بکنیم، چون الان دیگه بیش از 1.5 ساعت که داریم. امروز البته یه مقدارم روی اون کتاب قبلی صحبت کردیم. ببینیم اینجا چی میگه. افضلکم عند الله اطولکم جوعا و تفکرا و ابعزکم الی الله ابغضکم الی الله اکول انوم شروب.
یه حدیث جالبی هست، من این حدیث رو پسندیدم. میگه در نزد خدا بهترین شما در نزد خدا کسانی هستن که طولانی باشه از نظر گرسنگی کشیدن و تفکر کردن. مدتی که تفکر میکنه و گرسنگی میکشه طولانی باشه، اینها در نزد خدا افضل هستند. و ابغضکم، اونهایی که در نزد خدا ازشون بدش میاد، اونها الله اکولون، اونهایی هستن که بیشتر میخورن، پرخور مثل من، انومون خیلی میخوابن، شروبون، من این دوتا رو ندارم ولی اون یکی رو دارم، اکولون البته خیلی هم نمیخورم ولی خب دیگه شکمو هستم یه مقدار. معنیسی بودور. حالا این حدیث معنیش چیه؟ معنیسی بودور کیم ینر kökez yener kökez Hakkı Teala katinde oldur kim. این به معنی اون چیز بود. این کلمه رو نمیتونم فهم. افضل کم رو اینجا میگه که ینر köküz، این کلمه نمیدونم یک رکوکوز این اینجوری نوشته ولی این حتما ینرکوکوز این به معنی اون افضل کم هستش. اما در ترکی من نمیدونم این چجوری باید بخونم، نمیدونم، این یک کلمه ترکی برای اون عربی هست ولی من نمیدونم چجوری باید بخونم، یعنی میخونم نمیدونم یعنی چی. یکرکوکوز، ینرکوکوز. Hakkı Teala katında oldur kim açlık uzun ola ve kendi halini fikir eder. Hakkı Teala ani ne için yarattığın. Hakkı Teala ani ne için yarattığın ve suki ne o suki yani suki ne olacağın fikri uzun ola. Dahi Allah Teala katında düşman tutulup söylemeyenler oldur kim çok yiye. Sevilmeyenler اون چیز رو ابغضکم هستش. sevilmeyenler اونم sevinenler یا هر چی هستش، اونو نتونستیم بخونیم دیگه. ینرکوکوز این احتمالاً yaranmak از کلمه yaramak اما این که داره، دوتا که داره، نمیدونم که کوز آخر میتونه علامت جمع باشه، اما این ینرکو من اینو مثل همون یارامخ میخونم، به نظرم از اون کلمه گرفته شده باشه ولی حالا لهجه چغاتای هست یا لهجه ترکمنیه نتونستم بفهمم. Ama اینجا dahi Allah Teala katında düşman tutulup sevilmeyenler odur kim çok yerken ve çok içerken ve çok uyurken ola. اینجا من الان دارم متوجه میشم که صفت وقتی میخواد بسازه خیلی جالب میسازه. نگاه کن، اولدور کم çok گیرکن، نه که در حال خوردن ها، نه، یعنی خیلی میخوره. شکمو، این به معنی شکمو داره این کن رو به کار میبره، نه به عنوان زمان یا لحظه. میگه که çok یرکن çok içerken ve çok uyurken ola. Eğer bu nesne hevesin kökülgüden çıkarın demek togluk
سیری، تخلوخ، تخمسن. ما داشتیم مثلا آتسان تخسان، این همونه اون کلمه. demek toqluğun ve aclığın hevesin öküke. حالا نگاه کنید اینجا ökük اونجا بالا هم بود، همین چیز باید بتونیم بفهمیم. این یه چیز جدیدیه دیگه. Bırak acılık amisi budur kim? Ammisi budur kim? Acılıkken kökli nur la nur nefsi gayusi olur. Nefsi gayusi olur. Ahiret endişesin eder. İbadet lezzetin bülür. Şad olur. Azmaz acelerin azmaz kemu ziyad. Azmaz acelerin miskinlerin halin bilir. Gözü açılır miskinlere ve fakirlere şefakati oguş olur. شفقتی اوگوش olur. اینم کلمه جدیدیه که نمیدونستم. مسکین ها و فقیرها رو در یک ببینی، فقیرها فقیر بودند، برای همین میگه که باید درد فقیرها رو بفهمه. شفقتی اوگوش olur. اوکوش شفقتی اوکوش olur. احتمال میدم اوکوش به معنی یوکوش که الان ما در آذربایجان میگیم به اون معنی باشه. اوکوش olur. İbadete geri olur. Nefsi arzuları göklünden çıkar. Tekebbürlük gider ve tok kişinin kökü gere olur. حالا میگه کسی که شکمش پره tok kişinin kelimat ziyade Türkçe yad میگیرم. tok kişinin kökli gere olur ve geti ibadet lezzetin bilmez. tamam بریم صفحه دیگه، خیلی طول کشید این کتاب. بریم صفحه 250. آخرین صفحه رو که پاره بود، این رو که نمیتونیم بخونیم، یه صفحه از آخر کتاب اینجا رو که حالا پاره هست تلاش بود. و yermedi. Evvel nesnenin bilgin çok Teala'ya, Hakkı Teala'ya esmerliyip farig olmak gerek. Çoklar احتمالاً زیادها. çoklar kudreti yetmediği belin demekle azdı. اینجا باز از بین رفته. حق سبحانه و تعالی جمیعی مسلمانları azgınlıktan گمراهی کردن. azgın در زبان ترکی 2 تا معنی داره اگه بدونم. یکی کسی گم شده باشه، یکی هم کسی که مثلا میگن خیلی شوخی کرده باشه، یعنی اون عادت مترادف رو رد بکنه، یه چیزهایی بگه که بهش میگن azgındı فلان کسی، یعنی که دهنلق، عقلش نمیرسه، یه چنین چیزی. ولی خب اینجا azgınlıktan saklayıp kendinin hifz emaninde duti vere tutmak میگیم duti vere. الان در ترکیه این رایجه، duti vermek یعنی tutmak. این vermek الان در ترکیه در افعال به جای
به جای استفاده از افعال تک فعلی از افعال مرکب استفاده میکنن از در توتی ورمک، یری ورمک، نمیدونم بجز این ورمک رو برای هر فعلی میچسبونن. متاسفانه در اینجا آورده توتی ورمک وره انشاءالله تعالی و بالله توفیق. حالا اینجا الله آورده در حالی که میدونیم اونجا تانری میگفت تا خیلی قبل ولی اینجا دوباره برگشت انشاءالله تعالی و بالله توفیق، آمین یا رب العالمین. اینجا دیگه عربی به خاطر این الله رو آورده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا دائما ابدا. تمت المقدمه الاوراق. حالا اسم کتاب چی هست؟ تمت رو خیلی جالب نوشته، تمت تا آخر صفحه کشیده این سطر رو و زیرش نوشته تمت المقدمه الاوراق. اسم کتاب چیه؟ مقدمه الاوراق. به اون الله تعالی، به اون الله الملک حالا اون چیه؟ ناقصه رزاق. کتبه، اسم خودشو نوشته، انشاءالله بتونیم پیدا بکنیم. کتبه عبد المذنب المحتاج الى رحمت الله قاضی الحاجات و یسر. حالا اونجا دیگه پاره شده دیگه، دوستانی که نگاه میکنن میتونن ببینن که این پاره شده. قاضی الحاجات و یسر الجنت به قیام بین الحضرت فلان به مشاهدت ذات علی ابن عبدالله. اینجاش دیگه از بین رفت. خب علی ابن عبدالله دیگه پاره شد از اونجا به حیان ان مملوک سلطان سلیمان احتمالاً هان نور الله قبره. این هم یه مملوکیه از، یعنی از فرمان، احتمال میدم اینجوری باشه. علی ابن عبدالله، حالا هرچی هستش بقیه متاسفانه از بین رفته، یکی از مملوک ها، یعنی فرماندهانیه که پسر یکی از فرماندهانیه که سلطان سلیمان در اون منطقه به فرماندهی گذاشته. مملوک به این معنیه، مملوک به معنی برده نیست، صاحب ملوک، ملک، مملوک کسی که بهش ملک بخشیده شده، نه به عنوان برده. مملوک رو ما درست نفهمیدیم، فکر کردیم که این چیزه. نه، به کسی که ملک بدید. یه شاهی در گذشته تمام جاها که اشغال آزاد میکردن، جنگ میکردن، میگرفتن، یه نفر رو میگفت آقا شما این قلعه و اون روستاهای تابعه مال شما مملوکید، یه زمینی به شما دادم، ملک دادم، مملوک هستید، ملک دادم بهتون، برید اونجا با اهل عیالتون، با قبیلتون برید اونجا زندگی بکنید، امنیتشو نگه دارید، توسعه بدید، تجارت بکنید، زندگی بکنید، به ما هم مالیات بدید. اینو بهش میگفتن مملوک. حالا ایشون علی ابن عبدالله هرچی هست پاره شده این کتاب رو نوشته، در دوران بعد از سلطان سلیمان بوده. سلیمانشو میتونم بخونم، با آنکه البته میتونه سلطان سلیم هم باشه، یعنی میتونه سلطان سلیم هم خونده بشه که این ادامه داشته. البته نور الله قبره اللهم اغفر فلان دیگه از اونجا میره. بذار ببین اینجا میتونیم به مقدمات الف سنه. خب حالا میتونیم تاریخش هم یه مقدار تلاش بکنیم بخونیم. مقدمات الف سنه، الف سنه و دز عمره و همابو سبع از زمان فخته. اینا خونده نمیشه، برای همین دارم تلاش میکنم که یه تاریخی ما میتونیم ببینیم که مقدعا الف سنه، این الف سال 1000 رو مشخص میتونم بگم که این در سال 1000 نوشته شده. حالا و زد عمره و هما
بوسعت الزمان فقط الإيمان إذا جاء وقت الذي يسمى بالأجل أوجب الوجود یا کاشف الکروب بعزتك یا عزیز و بلطف یا عزیز و بلطفك یا لطیف و لسائر المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات یا رب العالمین و یا ارحم الراحمین قد فرغه من هذه النسخه. تاریخ نوشته از شریف النسخه الشریف من شهور شهر ذی الحجه فی اواسط یوم الشعبه فی ساعت ضحا الکبرى فی سنه 40 من. اینجا دیگه افتاده. حیف، خیلی خوب اومده بود. ما اینجا فی سنت 40 900. ببینید نه تمام شد. این تاریخش اینجوری میشه. خب ما الان اینجا یه چیزایی فهمیدیم. من اینجا یه تاریخ در مورد الف سنه‌ش رو خوندم، یعنی سال 1000. این در دوره سلطان سلیم یا سلطان سلیمانه. من حالا اینو بیشتر سلیمان میخونم برای اینکه سلیم البته هستش، سلیمان نیست، سلیم باید بخونیم برای اینکه ا گذاشته، این سلیم میشه. خب سلطان سلیم این در بعد از سلطان سلیم نوشته شده. ما حالا میتونیم با مراجعه به گوگل سلطان سلیم رو در بیاریم و ببینیم که این سلطان سلیم در چه سالی بوده. حالا فوت کرده ظاهراً که خدا نه قبلش. حالا اینجا یه الف سنه هستش سال 1000، ولی اینجا که پایین میایم یه چیز جالبی نوشته و این خیلی مهمه. قد فرق من هذه النسخه الشریف من شهور شهر ذی الحجه فی اواسط یوم الشعب. حالا این روز شعب چه روزیه نمیدونم، اواسط روز این شعب هرچی بوده، فی ساعت ضحا در ساعت صبح کبرا، ضحای کبرا، سنه 40 900 740. تموم شد. سال 740 این کتاب نوشته شده دوستان. 740. بذارید اینو بریم ماشین حساب، کلکیولیتر. الان 1446 هست. اینو ماینس بکنیم از 700 و گفتش 700 فی سنه 40 900 740. آقا 706 سال پیش این کتاب نوشته شده. حالا از طریق همین تاریخ 706 میتونیم بفهمیم که از طریق گوگل میتونیم بفهمیم که در اون تاریخ پادشاه عثمانی چه کسی بوده. در سال 740 هجری چه کسی سلطان عثمانی بوده است؟ علامت سوال. در سال 740 هجری چه کسی سلطان عثمانی بوده است؟
در سال 740 هجری قمری سلطان عثمانی ارخون یکم بود. او دومین سلطان امپراتوری عثمانی بود و از سال 1326 تا 1362 میلادی حکومت کرد. 40 سال 34 سال حکم کرد. سال 1740 هجری قمری معادل با 1339 و یا 1340 میلادی است. خب این سلیم با این تاریخ نخوند هجری قمری، چون که سلیم بعد از این ارخونه. اگر حالا ما فرض رو بر این بگیریم، ببینید بریم برگردیم سر اینجا، اگر این کتاب در سال 100 نوشته شده، 1000 نوشته شده باشه، 446 سال پیش نوشته شده، ولی اگر ما این تاریخ رو که اینجا نوشته این رو قرار بدیم، این کتاب 706 سال پیش نوشته شده. نویسنده کتاب شخصی است به نام علی ابن عبدالله، حالا اسم پدرش یه چیزی داره، حالا هرچی هست با این شروع میشه پیدا کرد. آدم اگه یه مقدار وقت بذاره کار تحقیقاتی بکنه به راحتی میتونه، چون اصل قضیه هست علی ابن عبدالله کی هست؟ یکی از فرزندان یک مملوکه. عبدالله باید مملوک باشه، یعنی اون کسی که سلطان عثمانی بهش زمین داده، جا داده، گفته برو اونجا حاکمیت داشته باش و تحت فرمان من باش. البته اینجا هیئان عن الملوک سلطان سلیم، من این سلطان سلیم میخونم، این هست. از اونجا برون میشه این تاریخ رو به راحتی به دست آورد. کتاب بسیار جالبی هست. چند تا خوبی که داره اینه که این کتاب درسته که اول و آخرش پاره شده، خیلی ایراد باهاش وارد شده، متاسفانه خیلی آسیب دیده، اما این کتاب تقریبا تلاش کرده از کلمات عربی خیلی استفاده نکنه، بیشتر کلمات رو ترجمه کرده به ترکی و ترکی اصیل نوشته، در دو لهجه یا در دو زبان ترکی نوشته شده. بخش اول کتاب بودن 10-12 صفحه به ترکی که من به راحتی میفهمم و میتونم بخونم نوشته شده. در بقیه کتاب در ترکی نوشته شده. یه مقدار برای من، چون هیچ نخوندم در اون کتاب، احتمالاً جغت‌هایی باشه، در اون جغت‌هایی نوشته شده باشه، یا در ترکمنی در شمال ایران، یعنی استان خراسان و مازندران و بخشی جیلان، ترکمن صحرا و خراسان. از خراسان میره بالا، اونجا ترکمنستان شمالی و ترکمنستان جنوبی، احتمالاً به زبان خط اونها نوشته شده باشه یا جغت‌های نوشته شده باشه که هر دوتا رو من باهاش تقریباً بیگانه ام، ولی میتونم بخونم. یعنی من الان این 108مین جلسه مهندسی جهل هستش، از صفر شروع کردم. الان میتونم من اون کتاب رو هم بخونم، یعنی هر صفحه از این کتاب رو باز بکنیم به راحتی میتونم با یه مقدار وقت و تلاش کتاب رو بخونم. این نشون میده که هر کاری رو آغاز بکنیم میتونیم به انجام برسونیم و خوب درش متخصص بشیم. فکر میکنم الان نزدیک 2 ساعته که داریم، 2 ساعت و 8 دقیقه است که داریم این کتاب رو میخونیم. به نظرم کافی هست همین دیگه تا در همین جا این برنامه رو پایان بدیم. روز و زمان و وقت شما